میدونستی احتمال وجود آدم‌های فضایی تقریبا 100%؟ حتی روی زمین خودمون همین احتمال وجود داره. همونطور که خودتون میدونید عالم هستی 13.5 میلیارد سال عمر داره و زمین خودمون هم 4.5 میلیارد سال از زمان ساخته شدنش میگذره. از 10,000 سال پیش تا الان انسان ها که روی زمین زندگی میکنن که خب 10,000 سال عدد بزرگی نیست. 67 میلیون سال قبل دایناسورها زندگی میکردن به طول 140 میلیون سال. قبل از اونا موجودات چینشی به اسم کامبریان ها زندگی میکردن به طول 300 میلیون سال. و بالاخره قبل از اونا تکسلولی ها بودن که گونه های مختلفی داشتن و 1 میلیارد سال روی زمین حکم فرمایی میکردن. اگه همه این عدد جمع کنیم عددی مثل 1.5 میلیارد سال میشه. یعنی شما میگید 3 میلیارد سال هیچ موجودی روی زمین نبوده. شاید بگید بقایای آدم های فضایی روی زمین چی شده. بعد از 3 میلیارد سال انتظار چه بقایایی دارید؟ شاید مثلا از زمین خوششون نیومد و رفتن یه سیاره دیگه توی یه کهکشان دیگه. اصلا زمین خودمون رو ولش کنید. توی عالم هستی حدود میلیاردها کهکشان وجود داره و اگه هر کهکشان میلیاردتا ستاره داشته باشه و هر ستاره مثل خورشید 8 سیاره داشته باشه به عددی میرسیم که ذهن انسان اصلا نتونسته بشمرتش و نصف اون سیاره ها طبق آمار قابل سکونتن و میشه روشون زندگی کرد و نصف دیگه شون غیر قابل سکونت. حالا این همه سیاره خالی از سرنشینه و هیچ موجود روش نبوده؟ من که نمیدونم، ولی شما به این تئوری از 1 تا 10 نمره بدید.